بسیاری بر پایبندی عراق به تحریم‌های آمریکا علیه ایران تاکید کردند و این پرسش مطرح می‌شود که چرا دولت ایران حالا که مردم در مشکلات معیشتی بسیاری قرار دارند به مانند کویت برای دریافت غرامت جنگ تحمیلی از عراق اقدام نمی‌کند. در آستانه سالروز پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت توسط ایران هستیم و به این بهانه نگاهی داریم بر یکی از جنجالی‌ترین بندهای این قطعنامه که هنوز بعد از گذشت 33 سال از پایان جنگ مورد بحث است. بر اساس بند 7 قطعنامه 598 قرار شد پس از آنکه کمیته‌ای در سازمان ملل متحد تشکیل شده و کشور متجاوز اعلام شد، میزان خسارات تعیین شود و در راستای آن صندوق بین‌المللی پول ویژه‌ای برای کمک به خسارت دیدگان جنگ ایران و عراق ایجاد گردد که تاکنون این صندوق ایجاد نشده است. 11 سال پس از تهاجم عراق به ایران و 3 سال و 3 ماه پس از برقراری آتش‌بس در مرزهای ایران و عراق در 29 مرداد 1367 و در حالی که عراق با تنبیه شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل تجاوز به کویت روبرو شده بود، خاویر پرز دکویار دبیرکل سازمان ملل پس از دریافت گزارش دو کشور ایران و عراق و مطالعه و ارائه مستندات به یک گروه کارشناسان خبره بلژیکی به انتخاب خود، در 18 آذر 1371 گزارش نهایی خود را حاضر و به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد و در آن عراق را به عنوان مسئول و آغازگر جنگ معرفی کرد که بر این اساس عراق باید به ایران غرامت 8 سال جنگ تحمیلی را پرداخت کند. طی سالهای اخیر همواره سیاسیون و تحلیلگران بسیاری خواستار دریافت این غرامت از عراق شدند، اما مسئولین پاسخ روشنی به این درخواست ندادند. در حالی ایران مسئله دریافت غرامت را پیگیری نکرده است که از سال 1991 تا کنون همواره 3% از درآمدهای نفتی کشور عراق برای پرداخت غرامت به کویت صرف شده است. میزان غرامت عراق به کویت 52 میلیارد دلار تعیین شده بود که تا الان عراق 50 میلیارد دلار آن را پرداخت کرده است. بر اساس یک آمار غیررسمی که در دهه‌های گذشته برآورد شده، جنگ 8 ساله بین دو کشور حدود 350 میلیارد دلار به ایران خسارت زده است. این در حالی است که محمود صادقی نماینده سابق مجلس در سال 97 اعلام کرده بود دولت عراق مطابق ماده 6 قطعنامه 598 حدود 1100 میلیارد دلار بابت غرامت خسارات مستقیم جنگ تحمیلی به ایران بدهکار است. دولت ایران با لحاظ تنگناهای مردم عراق در مطالبه این غرامت تعلل کرده است. پیش از این فلاحت پیشه رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس دهم نیز گفته بود عراقی‌ها از لحاظ تولید و فروش نفت از ایران جلوتر هستند و بیشتر می‌فروشند. این یعنی توان پرداخت غرامت ایران را دارند. اکنون غرامت کویت را به دلیل یک الزام بین‌المللی پرداخت. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همشهریان محترم خرمشهری، این جانب دکتر عباس شریبی، دکترای حقوق و نامزد 12مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستم. همشهریای عزیز، آیا از غرامت جنگی بر اساس بندهای 6 و 7 قطعنامه 598 سازمان ملل مطلع هستید؟ آیا از مسببات ICC در خصوص غرامت جنگی آگاهی دارید؟ آیا می‌دانید سند 8 ساله ویرانی شهر خرمشهر در سازمان ملل موجود میباشد و میتوان بر اساس آن دریافت غرامت کرد؟ آیا می‌دانید مقرراتی در مجلس شورای اسلامی در خصوص دریافت غرامت تصویب شده و منتظر اجرای آن می باشد؟ آیا می دانید کشور کویت بر اساس همین قوانین بین‌المللی توانسته غرامت و خسارت وارده از جنگ را دریافت کند؟ همه این مطالب و آیا می‌دانیدها مؤید این مطلب است که شما دارای ثروت و حقی هستید که از آن تاکنون محروم. فعالان سیاسی، چهره‌های اجتماعی، نمایندگان مجلس اما بر این نکته تاکید دارند که غرامت جنگی ایران
حق مسلم شهرهای جنگ زده و مردم آن. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر فلعت پیشه، خیلی خوش آمدید به برنامه پاراگراف اعتماد آنلاین. ممنون از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. یه برآوردی هم داد که خیلی با برآورد ما متفاوت بود، حدود 96 میلیارد دلار اگه اشتباه نکنم، در صورتی که ایران گزارشی که داده غرامت بالای 1000 میلیارد دلار هست. این هست که این غرامت نه حق اون سیاستمدار نه اون دیپلمات، حق ملت ایرانه. دقیقاً سوالم همینه، یعنی حق مردمه، متعلق به دولت ها نیست. اصلا غرامت حق مردمه. اون یک قانونی در مجلس تصویب کردم، یه فوریت آوردم، یه قانونی رو تصویب کردیم تحت عنوان الزام دولت که پیگیری حقوق و خسارات وارد شده به هر حال بازماندگان جنگ تحمیلی، به ویژه در زمینه شیمیایی، جانبازان، آزادگان و غیره، در دنیا به اینا غرامت داده میشه. اکنون من در این دوره آمدم تا با شعار تحول و تغییر، با فکر و تدبیر و حمایت و همراهی و رأی شما مردم عزیز خرمشهر این حق مسلمی که سالها از آن محروم بوده اید را به دست شما بده. اگه برای 2500 میلیارد دلار کار نمیکنه. چرا؟ چون به خاطر که ما اشکالی که الان تو سیستم ما ما از ما سوال میکردن شما اصلا اثباتتون آیا مجروح جنگ هستی یا نه؟ چون دولت اومده بنیاد شهید اقرار کرد و شهدای حرم داریم، شهدای هسته‌ای داریم. نگه اون اقسام شهدا جانبازی. ما اول باید قدم برداریم این اصلاح کنیم تو ایران. که اونجا مثلا برای ما مشکل نشه و مشکل نمیشه. مشکل چون ما تاریخ مجریاتمون در شهدا اسامی تمام شهدامون، آزادهامون، اسیرامون، حتی کسایی که یک بار جنگ کردن، آره هستن. ان شاء الله ما با یک چند تا مثال به اینجور خواهی کسلا با هم دیگه تفاهمانه نوشتیم دیگه اونو دارن کارا انجام بدن دیگه. امید خدا فقط چون دادگاه نگاه کنیم لایحه یک پرونده‌ای داره که اول باید اون 5 قاضی تصمیم بگیرن آیا این مطرح بشه نشه. خوشبختانه از 5 قاضی 4 تا به نفع ما رأی دادن، یعنی پرونده ثبت شد، NGO ثبت شد نه دولت، یعنی ما NGO خانه ثبت شد. انشالله بعد از این نظر دوم انشالله بودیم به خدا مرحله دوم که حضور پیدا میکنه مثل جانبازای شیمیایی که رفتیم اونجا پیدا کردیم. انشالله اونجا بریم اونجا می تعدادی از عزیزان جانبازای شیمیایی رو نه دیگه یه دو تا خانواده شهید با خودمون بریم 10 15 نفر انتخاب خواهیم کرد بریم به عنوان شاهد همسر شهید هستن. انشالله میبریم اونجا دیگه کلا همه نمایندگی